این اسکن با دستگاه پروتون 8 سنسور شرکت آسو گرفته شده. یکی از دوستان از شمال غرب کشور این اسکن رو زدن و این اسکن رو به صورت فیلم برام ما فرستادن. در نگاه کلی به اسکن ما یک کار با ارزش با شدت سیگنال خیلی بالا رو داریم. ببینید در این قسمت دستگاه تونسته یه حجم فلز رو برامون سنس بکنه. ما در چند نقطه در زیر کار، یعنی حالا تونل هایی که داره به یک مسیری میره، ما اینجا یک سری اختلافات هایی رو داریم که دستگاه به رنگ سبز برام آشکار سازی کرده. اینها حتما باید بررسی بشه. موردهایی بوده که حالا کوزه بوده یا فلزات با ارزش بوده به رنگ سبز داخل یک رنگ دیگه، داخل رنگ آبی یا رنگ قرمز، که حتما باید اینها بررسی بشه و احتمال اینکه اینا فلزات با ارزش باشن خیلی زیاد هست. ولی اینجا ما قطعا یک حجم فلز رو با ارزش رو داریم. یه دستگاه تونسته برامون سنس بکنه. در قسمت مثبت دستگاه کد 2000 رو برام گرفته و در قسمت منفی ما کد منهای 1000 رو در این ورژن نرم افزار داریم. حالا این دوستمون که دارن توضیح میدن و در یک قسمتی از این فیلم اینجا میزان کد رو سعی میکنن نشون بدن و در این قسمت ما در میان فازهای مثبت یک فاز منفی دستگاه تونسته برام سنس بکنه. این قسمت باید بابت بحث ورودی تونل باید بررسی بشه. امکان اینکه ورودی این تونل ها و این فضاهای خالی از این قسمت باشه به شدت زیاده. در اسکن های 8 و 4 و 16 چون دستگاه سری LB سازه ها رو خیلی خوب برام بگیره، اختلاف فاز مثبت و منفی و یک حالت چیدمان این گونه شکل میتونه ورودی کار ما باشه. و در ادامه هم خب البته این دوست ما نظرشون روی این قسمت هست که خب این قسمت ما قطعا یه حجم فلز رو داریم، ولی این قسمت های سبز رنگ هم من تاکید میکنم که حتما باید بررسی بشه، چون سبز ها در اسکن پروتون شدت سیگنال های خیلی خوبی هستن که دستگاه میتونه برای ما آشکار سازی بکنه. موفق و پیروز باشید.